بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید است صحت و سلامت باشین هموطنان عزیز. شهر کابل اکنون یک درون باغ فروشی را که به مساحت 3 جریب بیشتر از 3 جریب است، دارای قباله شرعی در اسگاه قلعه درخان و قریه به نام قریه چشمه چنغار نام داره و اینمی را به شما پیشکش میکنیم. این مساحت از 3 جریب و بیشتر از 3 جریب شاید باشه. قباله شرعی داره و دارای 400 الی 500 درخت میوه گوناگون است. از جمله سیب بیشتر است، آلوی پارمساس و 9 رقم میوه داره ای باغ. دیگه کسی علاقمند باشه انشالله الرحمن ما در خدمتشان هستیم. دیگه اینمی ساحه را ما برای شما نشان میتونم. بسیار جای کلان، جای مناسب و برای زندگی باغداری بسیار جای خوب است. کسی علاقمند باشه بسیار جای مناسب است هموطنان عزیز. یعنی شما ببینید که چقدر این باغ کلان است. یعنی شما میبینید هموطنان عزیز این بسیار باغ کلان است که ما از این طرف و این طرف دیگه چه قسمی را بتونیم که برای شما فیلم برداری کنیم. و اونو هم سرک پخته است و نزدیک به سرک پخته است. این همی پای برق معلوم میشه، این همی پای برق سرک پخته است. این هموطنان عزیز این ساحه سرک پخته است و اونمون نفره که معلوم میشه. اونمون ساحه چند تا گوسفند سرک پخته است. اونمونجا خود سرک پخته است. دیگه اینی باغ است. اینجا فرمای بادرنگ هم هست و اینی با شما ببینید بسیار جای خوب و جای مناسب است و نزدیک به مکتب هستن، نزدیک سرک پخته است و بسیار جای مناسب است هموطنان عزیز. دیگه اینی قسمتی پایین میشیم برای شما نشان میتیم. حالا دیگه فصل خزان است هموطنان عزیز. میوه جارو چینده و چیزی به درختان نمونده دیگه. میوهشان در حالت فروش و جمع کردگی هستن. اینجا این شما میوهشان ببینید. اینی جای تختی سایبان باغوان است و این سیبایی که هنوز فروخته نشده این سیبا حاصلش است. دیگه سیبای وطن است هموطنان عزیز. بسیار جای مناسب است و دارای آب و برق است و 24 ساعته آب داره. دیگه بسیار جای مناسب است هموطنان عزیز. اگر علاقمند باشین بسیار جای مناسب است. از این باغ اگر کسی علاقمند باشه از این باغ باید به طور حتمی باغ انشالله بخرن که جای مناسب است برای آینده انشالله جای خوبتر و بهترتری خواهد شده. به خاطر از اینکه سرک ها 4 طرفش پخته شده و مکتب هم داره. اینجا ساعت شفاخانه هم داره. صدا مسی اینمی آخری دیوار باغ است. کجا آمدی صدام؟ بالا سی چی شدن دیوال ما؟ از صدام؟ خب تو جاهید هستی؟ جاهید هستی؟ خب صاحب باغ هستی؟ خب بسیار خوب. چی حال داری؟ خیلی ما فکر صدام کردم. جان جور است. خوب است. صحت خوب است. یک بیادر صدام جاهید نام داره نه؟ یکشون بغداد نام داره.
این هموطنان عزیزیام حاصلات امسال سیب است که قسمت اعظم از این فروخته شده و قسمت کمی در اینجا باقی مانده که بخیر نظر به بازار است که نام بخیر فروخته شده و همینطور مورد در چندین جای است دیگه. نمی کارتن های سیب است دیگه شما میبینین. دیگه در نقطه نمیتو با کلان است ماشاءالله. در نقطه نمیتو ذخیره‌گاه سیب است که اینا ذخیره میشه بخیر در معرض فروش قرار میگیره. یا حاصلاتش هست و اینطور مورد در چندین جای از باغ است که ما پیش نمیریم به خاطر اونجا خانه است فامیل است و اونجا از این طرف نمیریم دیگه. نمی قسمت غربی رو برای شما نشان میتونم. این از این نقطه که ما فیلم گرفته بودیم اینا رو میریم در نقطه که به طرف شمال اینجا خانه است و فامیل میشنه با او خاطر ما پیش نمیریم. اونمو طرف آخر میبینین او آخر باغ از بیشتر از 3 جریب شاید باشه، شاید 4 جریب باشه دیگه. مساحتش دقیق معلوم نیست، باز از روی قباله انشالله معلوم میشه. این هموطنان عزیز شما چی رو دیدین بخیر باغ دیدین انشالله باز برای ما از طریق واتساپ پیام بتین و مسیج کنین انشالله. ما در خدمت هموطنان خود قرار داریم و برای فعلا امرای دوستای خود خداحافظی میکنیم. این ذخیره‌گاه دیگه سیب است شما ببینین که در نقطه ذخیره‌گاه سیب داره و فعلا خداحافظی میکنیم از شما هموطنان عزیز. تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.